سلام. اولدبوی اشتباه پیرپسر معناش میکنن، در صورتی که منظور رفیق قدیمیه. کسی که فیلمو دیده باشه میدونه که چرا اسمش رفیق قدیمیه. فیلمساز همون سکانس اول یقه مخاطب رو میگیره و میگه یه قصه دارم باید بشنوی، به زور، دقیقاً مثل کاراکتر اصلی. ما قضاوت میکنیم چون بار اول داریم میبینیم. فکر میکنیم که کاراکتر اصلی میخواد اون مرد رو از بالای پشت بوم پایین بندازه. 15 دقیقه بعد میفهمیم اشتباه کرد، چون معلوم میشه که اون میخواسته خودکشی کنه، این کراواتش رو گرفته و میگه خودتون انداز پایین، باید حتما داستان منو بشنوی، بعد هر کاری میخوای بکن. یعنی در واقع پارک چان ووک از همون اول ما رو در مقام قضاوت قرار میده. دقیقاً ما اشتباه قضاوت کردن رو میچشیم. تم اصلی فیلمه، نه؟ توی بچگیش کاراکتر ما یه کاری کرده، یه قضیه‌ای رو لو داده، ما وسطای فیلم تازه میفهمیم که قضیه چی بود. فیلم جوری ساخته شده که فراموش نکنی چی دیدی. از هر تکنیکی که بشه استفاده کرده. سکانس های عجیب و غریبی داره، همشون هم یادت میمونه. از حرکت مورچه زیر پوست تسو تا اون چکش لعنتیش و اون زاویه بندیش تا اون دندون کشیدنا، همه چیز یادت میمونه. حتی کاراکترها هم ویژگی های ظاهری خاصی دارن. اون شخص که موهاش سفیده یادت میمونه، خودت هم نمیدونی چرا. حکاکی میکنه روی ذهنت، چون پارک چان ووکه. پارک چان ووک با این فیلم باعث شد که سینمای کره به طرز عجیب و غریبی به دنیا معرفی بشه. کاری که قبل از اون کیم کی دوک هم تلاش هایی کرده بود، اما به این شدت و گستردگی نه. پارک چان ووک توی این فیلم خدایی میکنه، چون فیلم نامه خیلی قویه. این فیلم برای یک بار دیدن ساخته نشده اصلا. تو باید بارها این فیلم رو ببینی. بار اول که فیلم رو میبینی تو نمیدونی که اون دختر تسوه، نه پارتنرش. این رو نمیدونی. پس دیدن اون رابطه جنسی برای اولین بار حس بدی نداره. اما امان از این که بار دوم فیلم رو ببینی، نابودت میکنه. فیلم اساساً برای یک بار دیدن ساخته نشد. بارهای بعدی تو میخوای مچ فیلمساز رو بگیری که ببینی باگی چیزی توش نیست و موفق نمیشی این کارو بکنی. وقتی که دوباره میبینی، با علم به این که میدونی که تسو چرا افتاده اون تو و قضیه ها چیه، اون دختر در واقع دختر خود تسوه، هیچی نمیتونی پیدا کنی که مچ کارگردان رو بگیری. کل فیلم جلو چشمات بوده و تو دقت نکردی. مثلا لحظه‌ای که اولین بار تسو بعد از آزاد شدن میره توی رستوران دخترش میگه چهرت خیلی آشناست، نمیدونم کجا دیدمت. این کد یادمون نمیمونه. چرا؟ چون فیلم نامه‌نویس خیلی کارشو بلده. اما بار دوم که میبینی تازه میفهمی اون چی بود. فیلم پر از کدهای عجیب و غریبه. هزاران برداشت میتونی بکنی برای خودت. اما یه چیزی عجیب تره، این که تجربه بار دوم دیدنش شاید از بار اول دیدنش هم تجربه عجیب تریه. کمتر فیلمی سراغ دارم که اینطوری باشه. پارک چان ووک نماهایی رو از ما پنهان میکنه و بعد که میره سراغش ما تازه میفهمیم چی رو از چشممون قایم کرده. جلوی چشمامون دیوونمون میکنه. زبونش رو قیچی میکنه تسو. پایان فیلم معلوم میشه که نمیتونه حتی بگه. من برداشتم اینه که پایان فیلم تسو خودش رو محکوم کرده که نتونه به دخترش چیزی بگه. آیا به یاد میاره؟ مشخص نیست. اما اون زجره تو چشماش هست. تسو زبانش رو بریده که تا ابد به دخترش در این مورد چیزی نگه. اون معلقه،
که به دخترش بگه معشوقشه یا پدرش. تن و بدن آدم میلرزه وقتی فیلم رو دوباره میبینی، چون خیلی چیزا رو میدونی اما بازم رود کار میکنه. بار اول که فیلمو میبینی، فیلمساز تو رو با سوالهایی مواجه میکنه که چرا؟ این همه زجر چرا؟ به چه دلیل؟ وقتی تسو به دست و پای اون پسر میفته، پسر معلوم نیست که خندش گرفته یا گریه، ترکیبی از همشه. لذت انتقام رو میچشه و میره توی آسانسور کار خودشو میسازه. همه زندگیش برای اون لحظه صبر کرده. طرف رو 12 سال 16 سال حبس کرده، صبر کرده برای یه همچین لحظه ای. یادم یکی میگفت که چه لزومی داشته انقدر لفتش بده این انتقام رو تا دخترش بزرگ شه و روحش هم خبر نداشته باشه که اون کسی که قراره باهاش بره تو رابطه دخترش. فیلم با اینکه پتانسیل باگ‌های زیادی در فیلمنامه داره، اصلاً باگی نداره. یک کلاس فیلمنامه نویسیه. سر تایم خودش سورپرایزت میکنه. تصاویر جذاب خلق میکنه. یعنی هم توی فیلمنامه هم توی کارگردانی چیزهایی میبینی که برات حیرت انگیزه. اذیت میشی. اما دفعه دوم یه جور دیگه اذیتت میکنه. دفعه سوم هم یه جور دیگه. مرتب تو همه اینها رو کنار هم میذاری و این تجربه جذاب سینمایی. چقدر قابل احترامن فیلمنامه نویس‌ها و فیلمسازهایی که فیلمی میسازن برای بیش از یک بار دیدن. یعنی طرف خودش میدونه که فیلمش قرار نیست یک بار دیده بشه. ما توی فیلمنامه جزئیاتی داریم که این جزئیات بهشون میگیم بذر. بذرهایی که بعداً قراره توی فیلمنامه برداشت بکنیم. من دوست دارم تمرکز رو بذارم روی فیلمنامه، چون کار اصلی خودم هم همینه. چی کار میکنه فیلمساز و فیلمنامه نویس؟ بذرهایی میکاره که قابل پیش بینی هم نیستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تسو میره توی رستوران و اون موجود زنده رو سفارش میده، ما میبینیم که دختر میگه چقدر قیافت آشناست. اما این بذر یه بذر طلایی نیست که ما یادمون بمونه. بیشتر فیلمنامه نویسا مشکلی که دارن اینه که بلدن بذر بکارن برداشت کنن، اما اون برداشته قابل پیش بینی میشه. خیلی بحث تخصصیه که دارم عرض میکنم. فیلمنامه نویس خوب فیلمنامه نویسیه که وقتی یه بذری میکاره تو متوجه طلایی بودن اون بذر نشی. به عنوان مخاطب اگه یه حرفی میزد مشکوک کننده تر، ما ممکن بود حدس بزنیم که این دختر اینو میشناسه. حداقل چیزی که حدس میزدیم بود. اما انقدر استادانه این کارو انجام میده که ما اصلا به اون مسائل فکر نمی‌کنیم. انقدر اتفاقای عجیب و غریبم بعدش میفته که اصلا یادمون نمیاد اون دختر اون حرفو زد. بعدها که بار دوم فیلمو دیدیم تازه میفهمیم که آب تو کوزه بود، ما تشنه لب میگشتیم. جلو چشمامون داشت این کارو میکرد. داشت این شباهت رو، این آشنایی رو نشون میداد، ولی ما دقت نکرده بودیم. پیجمو دیده باشید میدونید که من عاشق دوباره دیدنم. اما این فیلم واقعا چندین بار میشه دید و ازش فیلمنامه نویسی یاد گرفت. تو اگر بتونی بذرهایی بکاری که به نظر نیاد جزئیات با اهمیتی هستند، خیلی فیلمنامه نویسی. یعنی اگر به فیلمنامه نویسی علاقه دارید، این رو همیشه یادتون باشه که فیلمنامه نویس خوب فیلمنامه نویسیه که اصلاً و ابداً تابلو نمیره جلو. خیلی مراقبه که اون جزئیاتی که داره میگه اهمیتش یهو برای مخاطب برای بار اول دیدن زیاد نشه. این جزئیاتی که عرض میکنم برای بار دوم فیلمو دیدن طراحی شده، اما مخاطب بار اول فیلمو میبینه چی؟ باید خیلی مهم به نظر نرسه، هم توی کارگردانی هم توی فیلمنامه. اگر میخوای مخاطبت رو بار اول سورپرایز کنی و بار بعد با تعلیق شکنجهش بدی، باید بلد باشی به عنوان فیلمنامه نویس این کارو بکنی. حالا این تحلیل اولدبویه، من نمیخوام به ورکشاپ فیلمنامه نویسیش کنم، اما خواستم که در جریان باشید که گاهی فیلمنامه نویس ها توی فیلم یه جوری یه چیزی رو از ما پنهان میکنن که وقتی میفهمیم که پنهان کردند که دیگه دیر شده و ما جا خوردیم. در هر صورت اولدبوی دلیل جدی گرفته شدن سینمای کره است. پارک چان ووک با فیلم‌های بعدیش هم همین کارو کرده. در واقع اولدبوی یا همون رفیق قدیمی یک سگانه است، وسطیه،
از Lady Vengeance و Sympathy of Mr. Vengeance، همزاد پنداری با آقای انتقام و بانوی انتقام. در واقع پارک چان ووک توی این سگانه انتقام اومده لذت انتقام رو چشونده، هم به کاراکترش و هم به ما. ما آدمای بخشنده تری نمیشیم با دیدن فیلم های پارک چان ووک. یه خورده ای توی این قضیه باید حواسمون جمع باشه. پارک چان ووک استاد بازی روانیه با شما، یعنی نبض مخاطب رو در دست میگیره و هر کاری دلش بخواد میکنه و با نبضی که ازت گرفته تنظیم میکنه که کجا چی کارت کنه. دقیقاً مثل سکانس اول که یقتو میگیره و میگه بشین سر جات، قصه منو گوش کن. من اسم میکنم که تسو توی سکانس 1 در واقع خود پارک چان ووکه که از ما میخواد که بشینیم سر جامون، تکون نخوریم، کراواتمون رو گرفته، یقمون رو گرفته که به حرفاش گوش کنیم. وقتی که خودش رو پایین میندازه ما تازه میفهمیم که نه، مثل این که اشتباه کردیم. مرتب این قضاوت کردنه هست، همون قضاوتی که تسو توی بچگی از اون پسر و خواهرش کرد و باعث شد زندگی هر دوتاشون نابود بشه، خواهرش خودکشی کنه و این هم زندگی تسو رو نابود کنه. در واقع قضاوت کردن حتی توی بچگی ممکنه دست از سرت بر نداره. تو نمیدونی که باید یقه کیو بگیری. در واقع 12 سال زندان در مقابل اتفاقی که برای تسو و دخترش افتاد هیچی نبود. ما فکر میکردیم دیگه بلایی نیست که بیشتر از این سر کسی بیاد، اما بعد دیدیم که نه، خیلی چیزا هست که بدتره. دختر در سکانس پایانی کاپشن قرمز پوشیده توی اون برف. تناقض برف سفید و کاپشن قرمز رد پای خون تا ابد توی زندگی تسوه. اون در واقع خون رو بغل کرده و تا ابد باید با این موضوع کنار بیاد. بدون زبان، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه ابراز کنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. حافظش هم که رو هواست. ما به عنوان مخاطب به این فکر میکنیم که چی برای تسو بهتره؟ کاش واقعاً تسو به یادش نیاد و مثل یک پارتنر عادی با دخترش رفتار کنه. کاش هیچ وقت یادش نیاد. پر حرفی کردم، عذرخواهی میکنم. ممنون از توجهتون.